Im Restaurant. Nico ist ein bisschen Im Restaurant یعنی در رستوران. Nico ist ein bisschen nervös. Nico یکم عصبیه. Seine Freundin یعنی دوست مانس او Stella kommt zu Besuch داره برای دیدار و برای دیدن میاد. zu Besuch kommen یعنی برای دیدار یا برای دیدن اومدن. Sie wohnt eigentlich in Brasilien. او در واقع در برزیل سکونت داره یا زندگی میکنه. wohnen یعنی سکونت داشتن. و اسم همین کلمه wohnen دوستان که فعلش میشه wohnen wohnte gewohnt من خدمت دوستان عزیز می نویسم اینجا. این wohnen. بله مقاومت نکن بهتره. آفرین. Sie wohnt eigentlich in Brasilien. این کلمه wohnen اینجا خدمت دوستان می نویسیم. این میشه چی؟ wohnen. wohnen wohnte گذشته ساده و گذشته وجهش هم که میدونید میشه hat gewohnt. اما شما میدونید که میشه چی؟ die Wohnung. اسم این کلمه wohnen میشه wohnung. جایی که محل سکونت شما هست یعنی جایی که شما سکنا گزیده اید، ساکن شده اید، مسکون هستید میگن چی؟ die Wohnung. آپارتمان. البته das Apartment هم داریم ولی حالا die Wohnung. اما Sie wohnt eigentlich in Brasilien. Aber diese Woche, اما این هفته macht sie Urlaub. او سفر میکنه. او میره تعطیلات. In Deutschland. در آلمان. در آلمان Urlaub machen میکنه. Urlaub machen در داستان قبلی هم داشتیم. Heute ist sie in Berlin. امروز او در برلین هست. Dort wohnt Nico. Nico اونجا سکونت داره. Nico fährt zum Bahnhof und holt seine Freundin ab. Nico رانندگی میکنه یا سفر میکنه به سمت بانهوف و میره و دوستشو برمیداره میاره. آب هولن یعنی رفتن و برداشتن آوردن. آب هولن اینو ما بارها داشتیم و گفتیم کدش هم این بود. آب هولن گفتیم اینا توی آب هولن برید برشون دارید بیاردشون. هالو اشتلا سلام اشتلا درود اشتلا. sagt er und winkt. او میگوید و دست تکان میدهد. اشتلا وینکت زurück. اشتلا برمیگرده و دست تکان میده. اون lächelt و لبخند میزنه. هالو نیکو. سلام نیکو. دانک. متشکرم. داره ازش تشکر میکنه که چی؟ میگه دانک dass du mich abholst. متشکرم که تو اومدی دنبالم و داری حالا مثلا منو میبری. دانک dass du mich abholst. antwortet sie. او پاسخ میدهد. نیکو legt Stellas Koffer. این فعل لیگنه یعنی گذاشتن. با ای متوسط و نه اون ای اگر باشه میشه چی؟ لیگن. یادتون باشه این دو اشتباهی که اکثر افراد میکنن میشه لیگن این میشه چی؟ لیگن. یادتون باشه این لیگن یعنی قرار داشتن. زیاد بر لبخند بزنید تولید کنه ای کشیده است اینجا. لیگن اینجا میشه چی؟ لیگن. پس اینو بعضی لگن تلفظ میکنن متاسفانه غلطه. خب میگه چی؟ اینجا اومدیم که میگه نیکو لیکت یعنی نیکو میگذاره قرار میده فعل حرکتیه و چون حرکتی هست اینجا شده این داس اوتو یعنی توی ماشین. خیلی خوب. نیکو لیکت اشتلاس کافه. این اشتلاس مالکیته یعنی چمدان اشتلا رو میذاره توی چی؟ توی ماشین. dann steigen sie einsteigen یعنی سوار شدن. اون fahren los و رانندگی میکنن و میرن. losfahren راه میفتن. نیکو zeigt. فعل zeigen دوستان فعل نشان دادن یک فعل دو مفعولیه مثل فعل اکلغنه که در داستانهای قبلی داشتیمش. میگه نیکو zeigt یعنی نیکو نشان میدهد. این مفعول داتیو. این داتیوه چون دوتا اسم اومده پشت سر هم اینجا داتیو میشه. نیکو zeigt اشتلا. نیکو به اشتلا نشون میده چه چیزی رو؟ seine Wohnung آپارتمانش رو. کلمه وونونگ مؤنثه چون به اونگ ختم شده. کلماتی که به اونگ ختم میشن توی آلمانی مؤنثن. چرا گفته seine Wohnung؟ چون در واقع زاین ضمیر صفت ملکی مذکر هست و چون این اسم مؤنث ا گرفته پس زاین ارتباط داره به نیکو. این ا ارتباط داره به چی؟ به وونونگ. وی die ist wirklich sehr schön. دی یعنی آپارتمانه. اینجا داره اشاره میکنه چی؟ به خانم. این چی؟ در واقع آپارتمانش وونونگش. میگه این وونونگه دی. این دی
حرف تعریف معین مؤنث اشاره داره به دی وونونگ، یعنی خانم وونونگ ist wirklich یا wirklich sehr schön، خیلی زیباست. die Möbel sind schick، اینجا کلمه موبل جمعه. die Möbel، möbliert هم که میدونیم möbliert یعنی مبلمان شده. die Möbel sind schick، شیک هستن. شیک هم شیکی که خودمون استفاده میکنه مثل آدامس شیک. die Möbel sind schick، مبلمان هم چی هستن؟ شیک هستن. und die Bilder an der Wand و عکسایی که روی دیوار هستن gefallen mir، خوشم ازشون میاد. gefallen mir auch یعنی همچنین از این عکسایی که روی دیوار هم هستن ازشون خوشم میاد. sagt Stelle میگه danke، متشکرم. ich mag meine Wohnung auch sehr، یعنی من هم از آپارتمانم خیلی خوشم میاد. من هم از وونونگم auch یعنی همچنین. ich mag یعنی منم دوست دارم. I like my apartment، I really like my apartment. langsam یعنی به آهستگی. wird es Abend، عصر میشه یا شب میشه. Nico und Stella haben Hunger. Hunger haben یعنی چی؟ گرسنه بودن. Sie wollen یعنی اونها میخوان. heute یعنی امروز. in ein Restaurant gehen، کلمه رستوران میدونیم میشه das Restaurant. پس اینا امروز میخوان برن کجا؟ برن رستوران. aber in welches، اما توی چه رستورانی؟ ما قبلا در ویدیوی قبلم گفتیم welches یا ولشه کلمه پرسشی با مرجع مشخص هست. میگه توی کدوم؟ به کدوم رستوران؟ چون رستورانت داس رستورانت بوده شده این ولشس، نمیتونیم بگیم این ولشم. چرا اینو نگفت؟ میگم توضیح میدیم. خیلی خوب، میگیم چی؟ این ولشم یعنی توی کدومش. این ولشس یعنی به داخل کدومش. چرا بالایی میگیم ایشگیه؟ اوکی، میتونید اینو بگید این ولشس رستورانت، این ولشس soll ich gehen، من به کدوم رستوران، به داخل کدوم رستوران باید برم. این welches. چرا؟ چون شما از فعل gehen استفاده کردید و بالا هم همین اتفاق افتاده. گفته آبه این welches، به کدوم رستوران باید برن، منظور اینه دیگه، یا به کدوم رستوران میخوان برن. es gibt از فعل geben میاد، یه فعل دو مفعولیه و وقتی در ترکیب وجود داشتن یا وجود دارند یا وجود دارد میاد با اس همراه میشه. es gibt میشه چی؟ اینجا به معنی آن میدهد نیست، به معنی وجود دارد یا هسته یا وجود دارند یا هستند. هم میتونه مفرد باشه هم جمع. es gibt viele Restaurants mit Essen aus der ganzen Welt. aus der ganzen Welt یعنی از تمامی دنیا. ما میدونیم که aus چیه؟ aus یک حرف اضافه همیشه داتیوه. شما میگی ich komme یعنی من هستم aus dem Iran. ich komme aus dem Iran یعنی من اهل ایران هستم. درست شد؟ حالا وقتی ردیف سوم رو داریم بعد از aus چی میگیم؟ میگیم aus به علاوه چی میشه؟ میشه dem der و den. اینا حروف تعریف معین هستن. کلمه welt der Welt میشه. در واقع دی ولت ما میدونیم بله، ولی وقتی میاد توی اینجا قرار میگیره میشه چی؟ میشه aus der Welt یعنی در دنیا. حالا وقتی یه صفت بخواد اینجا بیاد برای هر کدوم اینها ما موظف هستیم که به اون صفت en اضافه کنیم و این برای یکیشون هم نیست، برای ردیف سوم و ردیف چهارم صدق میکنه. من اینجا براتون نوشتم، این تو ویدیو قبلی هم توضیح دادیم البته. پس اینجا گانس وقتی میخواد صرفش کنه میگه aus der ganzen Welt، از تمامی دنیا. اتفاقی که بالا هم افتاد میتونیم بریم ببینیم. aus der ganzen Welt، اینجا aus der ganzen Welt. میگه رستوران های زیادی با غذا در کل دنیا هستن. aus der ganzen Welt. wohin willst du، تو کجا میخوای؟ تو کجا رو میخوای؟ یعنی به کجا تو میخوای. منظورش باز چیه؟ مثل اونجا بود گفت ich muss zu Arbeit، ich muss zur Universität. اینجا میگه wohin willst du، منظورش گیه. wohin willst du، تو کجا میخوای بری؟ ich esse alles، من همه چیز میخورم. زرگن من با کمال من هر چی باشه با کمال میل اونو میخورم. alles یعنی همه چیز و من اینو بارها در ویدیو مختلف گفتم این alles با اینکه همه درونش هست ولی همه چیز با فعل چی میاد؟ با ist. alles ist.
خب جمله ای بود که در مورد در واقع فیلم مشهور ناپل اون که این روزا توی آلمان در واقع پنلش یا پوسترش همه جا دیده میشه. میگه چی؟ میگه er kam aus nichts یا nichts. er kam aus nichts او از هیچ چیز اومد، یعنی از هیچی اومد. und eroberte alles و همه چیز رو فتح کرد. nichts دقیقا متضاد چیه؟ alles. خیلی خوب، اینجا میگیم چی؟ alles ist. alles ist fertig یعنی همه چیز تمومه. alles ist hier. alles همه چیز در فارسی هم با است میاد نه با هستند. پس alles نمیتونه با زینت بیاریم، با alles رو باید با ist بیاریم. alles ist. ولی لفظ alle باید همیشه با فعل جمع بیاد، جمع سوم شخص مفرد. میگیم alle gehen ins Kino. همه میرن سینما. alle lernen Deutsch. همه آلمانی یاد میگیرن. و با فعل زان اگه بخوایم بیاریم میگیم alle sind hier. همه اینجا هستن. میریم ادامه میدیم. اینم که گفت چی؟ wohin willst du? ich esse alles sehr gern. sagt نیکو. نیکو میگه stella denkt kurz nach. فعل nachdenken هم یعنی چی؟ یعنی فکر کردن. میگه stella kurz یعنی خیلی کوتاه بهش فکر میکنه که حالا چی میخواد بخوره. حالا خانم اشتلا که دوست آقای نیکو باشه باید تصمیم بگیره که چی بخوره. خیلی خوب دوستان، به فایل صوتی این داستانم گوش بدید. من چندین بار میذارم آخر همین فایل. امیدوارم از این داستان هم لذت برده باشید. اگر میبینید این داستان رو بهتر درک میکنید، بدین خاطر نیست که این داستان ها آسان تر شدن، سطح شما بهتر شده. شما همینجوری دارید داستان ها رو دنبال میکنید. شنونده عزیز، هموطن عزیز، روحیه اصرار ورزی در زبان کلید یادگیری زبان هست. فردی که روحیه استمرار ورز داره، اراده میکنه، تلاش میکنه، راحت یاد میگیره. این زبان آلمانی هر چیزی که داره از اول تا آخرش من براتون تو این پیج قرار میدم، قرار دادم و قرار خواهم داد. اون چیزی که تو باید انجام بدی اینه که تو روزانه درگیر این مطالب باشی و بیای هر چیزی رو که گوش میدی بگذاری کنار. صبح تا شب خودت رو درگیر این پیجا کنید. پیج انگلیسی هم داریم بالا میاریم. راحت 2 تا زبان آلمانی و انگلیسی رو یاد بگیر. خودت رو بیشتر ارتقا بده. Im Restaurant. ها برای شما هموطنان عزیز. Nico ist ein bisschen nervös. Seine Freundin Stella kommt zu Besuch. Sie wohnt eigentlich in Brasilien. Aber diese Woche macht sie Urlaub in Deutschland. Heute ist sie in Berlin. Dort wohnt Nico. Nico fährt zum Bahnhof und holt seine Freundin ab. Hallo Stella, sagt er und winkt. Stella winkt zurück und lächelt. Hallo Nico, danke, dass du mich abholst, antwortet sie. Nico legt Stellas Koffer ins Auto. Dann steigen sie ein und fahren los. Nico zeigt Stella seine Wohnung. Ui, die ist wirklich sehr schön. Die Möbel sind schick und die Bilder an der Wand gefallen mir auch, sagt Stella. Danke, ich mag meine Wohnung auch sehr. Langsam wird es Abend. Nico und Stella haben Hunger. Sie wollen heute in ein Restaurant gehen. Aber in welches? Es gibt viele Restaurants mit Essen aus der ganzen Welt. Wohin willst du? Ich esse alles sehr gern, sagt Nico. Stella denkt kurz nach.